طاهری سفر هستم و تا کمتر از یک ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی رو امروز تقدیم می کنم. برنامه طور می دونید در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود مستقیم، همچنین در وبسایت آزادی نقطه ارگ و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. سپس در ادنا کلاسنیک نیز برنامه رو تماشا خواهید کرد. امروز یک خبری داریم درباره خودکشی یک دختر 17 ساله که نامه پرمعمای نیز برای والدانش گذاشته است. خبر دیگر درباره یک مادر تاجیک است که از مقامات می‌خواهد دختری بیوه مانده‌اش در عراق را با 4 نویرش از آنجا برگردانند. جزئیات را در ادامه برنامه خودتان تماشا کنید، نظرتان را بگویید. و هم یک گزارش جالبی داریم درباره جنجال در دادگاه اقتصادی که میگوید هیچ کس را برای پول دادن برای ساختن یک میدانچه ورزشی در دوشنبه مجبور نکرده است. همین گونه گزارش های جالبی دیگر داریم درباره فرزندان، درباره عائله هایی که به قول تاجیکی مشتاق خاک پای فرزند هستند اما پیدا کرده نمیتوانند. یک راهش هست، در دوام برنامه خواهید دید. و همین گونه درباره آمدن جام جهانی فوتبال به تاجیکستان گزارش کوتاهی داریم. پس با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.